تو این پست روش کامل ساخت این افکت رو یاد میگیریم. برای شروع کار از منوی سلکت سابجکت رو میزنیم تا سوژمون انتخاب بشه و با کلیدهای کنترل و جی یه کپی ازش میگیریم. از پنل لایه ها میریم توی قسمت ادجاستمنت ها و یه ادجاستمنت لولز رو باز میکنیم. حالا با این تنظیمات تصویرمون رو خورده تاریک تر میکنیم. روی این آیکون کلیک میکنیم و حالا با نگه داشتن کلید آلت لایه لولزمون رو کپی میکنیم و روی این لایه میذاریم. ابزار موو رو برمی‌داریم و این عکس رو به فایلمون اضافه میکنیم. بلند مودش رو روی لینیر داج میذاریم و حالا با کلیدهای کنترل و تی سایز و محلش رو تنظیم میکنیم. برمیگردیم توی بخش لایه ها و با کلیدهای کنترل و جی یه کپی از این لایه میگیریم. اپاسیتیش رو کمتر میکنیم و حالا یه سالید کالر با این رنگ میسازیم. بلند مودش رو روی اسکرین میذاریم و روی ماسک این لایه کلیک میکنیم. با کلیدهای کنترل و آی برعکسش میکنیم و حالا براش رو برمیداریم و با رنگ سفید فلوی کم و یه همچین تنظیماتی شروع میکنیم به اضافه کردن نور به پشت سوژمون. این دفعه از پنل لایه‌های سالید کالر با رنگ سفید میسازیم و اونو میکشیم بالای همه لایه‌ها. روی ماسکش کلیک میکنیم و با زدن کلیدهای کنترل و آی اونو برعکس میکنیم. حالا با زدن کلیدهای کنترل و جی ست رو کپی ازش میگیریم. رنگ اولی رو روی مشکی میذاریم. برای بعدی این رنگ رو انتخاب میکنیم و برای سومی هم این رنگ رو مشخص میکنیم. حالا با نگه داشتن کلید آلت بین این سه تا لایه رو کلیک میکنیم و میایم روی ماسک این لایه. حالا با ابزار براش رنگ سفید و فلوی 100% و با یه همچین تنظیمات براشی شروع میکنیم به پر کردن داخل چشم ها. حالا میایم روی ماسک این لایه و با فلوی تقریبا مثلا 20% شروع میکنیم به رنگ کردن این قسمت های چشم تا به یه همچین حالتی در بیاد. با ماسک این لایه هم همین کار رو تکرار میکنیم و با ماسک این لایه هم همینطور. همین مراحل برای این چشمم انجام میدیم و نتیجه میشه یه همچین چیزی. حالا با نگه داشتن کلید کنترل این 4 تا لایه رو انتخاب میکنیم و با راست کلیک روی اونا کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنیم. از منوی فیلتر میریم توی بخش لیکویفای و حالا با این تنظیمات چشم رو به این حالت در میاریم. حالا برای نورپردازی چشم یه سالید کالر با این رنگ میسازیم و با کلیک روی ماسکش و زدن کنترل و آی اونو برعکس میکنیم. بلند مودش رو روی کالر داج میذاریم و با کنترل و جی یه کپی ازش میگیریم. رنگ این یکی رو به این کد رنگی تغییر میدم و حالا میام روی ماسک این لایه. حالا با ابزار براش و رنگ سفید فلوی 5% و یه همچین تنظیمات براشی شروع میکنیم به نورپردازی چشم ها. حالا روی این لایه هم همین کار رو تکرار میکنیم. کارمون با چشم تموم شده و ابزار موو رو برمی‌داریم. میایم و این زخم رو به کارمون اضافه می‌کنیم. با کلیدهای کنترل و تی سایزش رو تنظیم می‌کنیم و حالا میریم توی قسمت لیکویفای تا فرم زخم رو روی صورت تنظیم کنیم. از پنل لایه‌ها و از قسمت ادجاستمنت ها یه ادجاستمنت لولز رو باز می‌کنیم و این آیکون رو میزنیم و حالا با تنظیم این اسلایدرها زخم رو تاریک‌تر می‌کنیم. میایم روی این لایه و یه ماسک براش درست میکنیم. حالا با ابزار براش و رنگ سیاه شروع میکنیم به پاک کردن قسمت‌های اضافی زخم تا با پوست صورت مچ بشه. حالا از پنل لایه ها روی این لایه کلیک میکنیم و یه سالید کالر با این رنگ رو میسازیم. بلند مودش رو روی لینیر داج میذاریم. روی ماسکش کلیک میکنیم و کنترل آی رو میزنیم و حالا با براش با رنگ سفید داخل زخم رو پر میکنیم. نورپردازی زخم هم دقیقاً به همون شکلی که برای چشم انجام دادیم اینجا هم انجام میدیم. حالا برای مرحله آخر که می‌خوایم نورپردازی کلی رو روی تصویرمون انجام بدیم، میام و یه سالید کالر با رنگ مشکی میسازم. بلند مودش رو روی اسکرین میذارم و این دفعه یه سالید کالر با رنگ سفید میسازم. روی ماسکش کلیک میکنم و کنترل و آی رو میزنم. حالا از قسمت ادجاستمنت ها گرادینت مپ رو انتخاب میکنیم و میایم روی این قسمتی کلیک میکنیم و این گرادینت رو انتخاب میکنیم. حالا اوکی رو میزنم و با نگه داشتن آلت بین این دو تا لایه کلیک میکنم. با نگه داشتن کنترل این سه تا لایه رو انتخاب میکنم. اونا رو توی یه گروه میندازم و میام پایین روی این لایه با نگه داشتن کنترل کلیک میکنم. میام بالا دوباره و روی این گروه با زدن این آیکون یه ماسک از این قسمت درست میکنم. حالا میریم توی این گروه و روی ماسک این لایه کلیک میکنیم. حالا ابزار براش رو برمی‌داریم و با راست کلیک روی صفحه این براش رو انتخاب میکنیم. اندازش رو بزرگتر میکنیم و حالا با فلوی 1% شروع میکنیم به رنگ کردن قسمت‌هایی که میخوایم روشن بشه. این کارم با رنگ سفید انجام میدیم. حالا برای پاک کردن قسمت‌های اضافی رنگ براش رو روی مشکی میذاریم و روی قسمت‌هایی که میخوایم پاک بشن میکشیم. همین کار رو برای همه قسمت‌ها انجام میدیم و فایل عکسایی که توی این آموزش استفاده کردم رو میتونید از کانال تلگرام هم دانلود کنید. این هم میشه نتیجه کار.